ما را نهضت اسلام سرنگون نکرده است. من شاهد میتونم در نزد شما ما را یگان دموکرات سرنگون نکرد، ما را سرنگون کرد خود کمیته مرکزی. حاضری قهرمانو پر شدن دیگه. من گفتم این از کجا پیدا شده سی قهرمان تشبوس کو در سیاسی آدما الله اکبر میگفتن اونو ای طرف میلرزیدن درون چی اون همش قهرمان. چرا 95 نبودن تا 2000 نبودن بعد همون خاموش گشتن دیگر در دور سببش است. من چرا از این جوامت قناعتمند نیستم؟ چون که با مغز سوال با جزئیاتش جواب میتین و سوال هم جزئی هستند، مغز نیست. که این امارت دولت ما در دوره شوروی چرا فرو رفت؟ دولت تاجیکستان کمونیستی تاجیکستان جمهوری سوویتی چرا فرو رفت؟ چرا جنگ شهروندی در ترکمنستان نشد؟ چرا جنگ شهروندی در قزاق نشد؟ تضاد بودن دموکراسی و اسلامی دیگر چیزا بودن. چرا تاتارها که 10 میلیون هستند در روسیه باید مسئله اسلام و کمونیستی بود این تضاد؟ چرا باشتر نکرد همین کارا؟ چرا قرقیز حتی همین کار نکرد؟ تاجیکستان جنگ شهروندی بسیار خونریزانه بسیار بیرحمانه. من در حضور شما میگم که من دلم حاضر میسوزد که این قدر جهالت کار در بین مردم بودست و ما خودمان تمدن آفرین و وارثای رودکی و اسماعیل سامانی و کمتر من وارث میگویم، لیکن از فردوسی و از جامعه دیگر ها تمام دنیا را نصیحت کردیم، لیکن خودمان یک پارچه نصیحت آنها را یک ذره به حساب نگرفتیم. وقتی که بلا سر ما ابر بلا در سر ما آمد این قدر نصیحت 1.5-2000 ساله هیچی بود از پیش شعور مردم ما. چرا؟ سبب در چی است؟ انا همین سوال است. این اکبرشاه رفیق ماست، ما جنجالم کردیم، سخت جنجالم کردیم، خفه هم شد یک دوره از من سخت. همین با چند چیز شد. سبب در چی است؟ سبب در آش نیست، در ماش نیست، در هوش. ما ماشک افته گشتیم، دانه های ماشک این اکبرشاه بود است و این همین که رحمان نبیش بود است و دیگر چیزا. یکو میگم رحمان نبیش من 100% تصدیق میکنم در پیش خداوند و در پیش خلق و دولت که یگان تمایل نداشت به خونریزی. میتونست همین کار کردن، میتونست. وقتی که کاخ پرزیدنت احاطه کردن در درون همون سکه پیشتره 4 بتر و چند تا چیز و یک نمیدونم چندین هزار قوطی تیر، یک تیر میکشودن همش میگوره، یک قسمشون میمورد و دیگرش میگوره کردن. باور کنید نکرد. ما در پالوش بودیم، در همونجا در شورای اول در پالوش بودیم. این اکبر میزوش زنده است، خیرالله زنده است. نکنید گفت این کارا نکنید. برای من این شخص با خونریزی تاجیکستان یک چکرم گناه ندارد. یک قهار محکمش تماما از این چیزا وقتی که خونریزی شد شما شاهد سینما رفیقا هستن، این رفیقای ما هستن اینجا تبر فمستو ما میدونیم. یک هفته از گپ ماند مردم وقتی که خون همی خیلی نبوده که همی از گپ ماند تماما. برای اوی شاک بود که در حوله کمیته مرکزی خون ریخته شد دیگر در تالار در همون میدان. این هم گناهکار نیست. پس کی گناهکار است؟ با این سوال کی جواب میتید؟ چرا فقط مردم تاجیک ملت تاجیک سزاوار چنین جنگ شهروندی خانمانسوز؟ شما یک چیز میگویم اگر دو بچه همسایه جنگ کنه مادر اینش میگوید بچه تو گناهکار، مادر اون میگوید بچه تو گناهکار. همین دو نفره حساب و کتابش هیچ کس نمی‌آورد که کیش گناهکاره؟ این بچه گناهکاری اون. وقتی که هزار آدم همین در حرکت درگیری در گلوی همدیگر می‌ایستند کیو گناهکار و بیگناه را حساب و کتابش می‌آورد؟ وقتی که جزئیات می‌کوبیم ما خطا می‌کنیم. باید کلش بکوبیم.
کلش بکنیم کل در کجاست. این جنگ تحویلی بود، تحویلی. این از بیرون سر ما آمد. البته ایدئولوژی کمونیستی و شکل خودش ما را سرنگون کرد، ما را نهضت اسلام سرنگون نکرده است. من شاهد میشم در نزد شما ما را یگان دموکرات سرنگون نکرد، ما را سرنگون کرد خود کمیته مرکزی. ما را گورباچوف سرنگون کرد، یلتسین، یاکولف و همه خائنا ریلیگاتوی دیگر. انمی لوکاشنکو 97 سال گفت сначала нас пробовали, потом на Украине пробовали, потом это пробовали в Узбекистане, потом в Казахстане, потом в Киргизии. Извините, таджики, вы благородный народ, вы очень доверчивы. Вы клюнули на это. أنا همین من در حضورتون نمیگم. سال 97 در حضورتون که شما باید همین قبول نمیکردید. گرفتیم برادر با برادر زد. شمال جنوب. ولی بسیاری ها نمیگویند ما ملت پختن نیستیم. من راست میگویم ملت هستیم، واقعا هستیم، لیکن پخته نیستیم. روس برای ملت شود 300 سال مبارزه کرد که روس مردم روس ملت شود. ملت های دیگر با چند سال دیگر. انگلیا 460 سال بعد ملت شد. اگر نه انگلیا هم یک گیرکو گیرگر قطعی مردنک میکشتنم دیگر. همین خیلی دیگر فراد 300 400 سال 460 سال ما با فرصت پخته رسیدن نمون. همین دوشنبه مرکز تشکل ملت تاجیک بود. بخارا همونجا آمد، سمرقند آمد، بخارا همه کشتبار شدن، آدمای بزرگ، ترسون زاده و خیلی دیگر نمیگویم همه. لیکن همین پروسس کنده شد. ما ملت پخته نیستیم. همین هم استفاده بردن. اگر نه کلاب و خطلون با غرم و او چیکار داره؟ او زواد تقسیم نکرده است یا چراغا را تقسیم نکرده. چی جنگ است بین رشت و غرم و دیگر و بین کلاب؟ یگان چیزی نیست. فقط همین چیزها را خوشروی استفاده بردن، ما را در بازی انداختن.